خب یک آب سرد شیرین پیش من هست و یک قهوه گرم تلخ پیش فرهاد جان هست. چرا همیشه قهوه تلخ می‌نوشید شما هر هفته؟ نه من همیشه بله. همیشه خب هر هفته که من می‌بینم قهوه تلخ می‌نوشید. که من شکر نمیخورم. چرا؟ به چه دلیل؟ به اون دلیل که یک زمان بود که خب یک فیلم دیدم درباره ساخر و چند بار اثباتاشو شنیدم که این یعنی اسکوستین ساخر، یعنی همین شکری که ما میخوریم این و چی است، یعنی به طور سنئی ساخته شده است و این همون چیزی نیست که به وی ما در کار است به ارگانیسم ما. و من انتخاب کردم که دیگر این چیز به ارگانیسم خودم تا جایی که امکان است کم راه میدم. هر چیزی سنئیه تلاش میکنم. نه اما نمیشه، این بسیار سخت است.